اونجو خوش اومده ویدیو جدید ما. چطوری حالتون خوبه؟ ایشون آقای بروسوین هستن، یکی از یوتیوبرهای معروف و شایسته کشور ایران. همه میدونن من ایشون واقعا از ته دل دوست دارم، ولی ایشون پیر منم نیستن. خب اومدیم داشتم توضیح میدادم بچه‌ها نذاشتم واقعیتش اینجوریه که امروز یه بازی باحال کنیم و بازی اینجوریه که خودش کجایی؟ بنده خدا مشکل داشت. کوری؟ چی میگی؟ میگم کوره فکر کنم. داشت بنده خدا کوره مشکل داره فکر کنم. میگم کوره. چی میگی؟ کوره. نمیبینن داشت این بنده خدا مشکل داره. چی میگه؟ سلام. 3 تا گروه میشیم، 3 به 3 با هم رقابت میکنیم. هر گروه کر، کور، لال هست. یه گروه به اون گروه میفهمونه، یه چیز قایم میکنه، ما پیدا کنیم. حالا محمد داره هنسفریشو بس کنه. مهدی هم که لال فن نمونه. جدید. بیا آقا، یه فن جدید بوکس میخوام بهتون یاد بدم. رشته به عنوان کیسه بوکس اینجا. ببینید، اول یه جب نشون میدید، گارد کمت یه حرکت. به این صورت. وقتی که خم شد طرف، دوباره سرش میگیم بالا، یکی دیگه همینجا رو میزنید، سرش نمیزنید، دوباره همینجا رو میزنید. نیستم یعنی من تهش بتم لپو صدا خودم هم نمیشنوم. محمد دادزنی شده شخصیت داشته باشه. چی گفت؟ برو به آقا بردار این انبه آره بذار. مجازاتمون هم اینه که هر تیم ببازه یه شلاق از ایشون میخوره. شاید هم خودش باشه خودش شلاق بخوره. ولی خدا نسپار یه جایی توی قلبت هست. الان میخوایم یه چیزی قایم کنیم کیسه بوکس. بعد این دوتا نمیدونم کجا قایم کردید داخل این محوطه. حالا ممکن داخل اول بگو کیا توی گروه هم با هم. ما 3 تا توی گروه. این 3 تا داخل یک گروه هم. بعد من رامتین و محمد. مهدی نمیتونه حرف بزنه، محمد نمیتونه بشنوه، رامتین نمیتونه ببینه. مهدی میاد با من وقتی دارم جا میدم اینو میبینه کجاه. بعد بیاد به محمد یه جوری به با زبون بی زبونی بگه که کجا جا دادم. من علبدم. بعد بیاد محمد به رامتین بگه. بعد رامتین بگه کجای رامتین. بعد با چشم بسته اون وسیله اونو پیدا کنه که همین کیسه بوکسه. خب بریم. اون چیه؟ بگی داشت. محمد زنای فسونه بگمن حالا بده خنده. حالا بده. نه بیا بدون کنی بود. من اشاره میدم علبدم اینجوری میگم. ما بس اونور میگیم دیگه. محمد داشت. بیا فقط بیا. نگاه نکن تو بلند دست تو گم میشه. 20 ثانیه من وقتم به ما متوجه کنم. مثل پانتومیم میمونه. حمیدی؟ شبم دارم میشم به تیره پر. ادا توی تویوب کنار تویوب پشت سمت راست کنار تویوب راستش دیگه یا چپش؟ چپ داشت. تویوب این تویوب لاستیک ماشین همون توی کنار تویوب. وقت تمام. دقیقا از اینجا باید به رامتین بگی کجا بره. رامتین من بلند شو رامتین باشه داشت. تو که کار نیستی که داشت. بلند شو تو کوری کار نیست. خب حرفای محمد رو دقت کن. پیرم و گاهی دلم یاد جوانی. دستوی چه پیرمرده نه من جدا میخوام چی کنم
رامتی نمیشنمه داره همین رو مستقیم برو عارف توپ کجا شوت میزد سمت تویوب لاستیک کجاه خواه تویوب لاستیک ماشین همونو سمت چپش کنار کنج دیوار برو الان برو مستقیم برو رامتی برو دیوار میگار خوری داری پول میدنی ما دوام دارم میزنم برو مستقیم رسیدی به لاستیک کنج دیوار سمت چپ باید برم کنج الان من میگی چجوری بفهمونم با تو لاستیک رو باید پیدا کنی اول سمت چپه این یه درخت کوچیک بود اگر دو تا لاستیک بود خونه طرف نبود خونه طرف ببین چی میگه بهت گوش بده چی میگه محمد چی؟ دیگه نمیشنمه گفته بود ای بس چقدر نفران حرف بزنم ولی اگه گاوی هستی تو لاغلی دایی دو حرف نستده این همه بنده خود داد زد گفت میتونی نزدیک شده چقدر وقت مون این اول این 2 دقیقه 22 ثانیه 22 ثانیه 36 صدم ساعت یه مدت بود با پسر اودین خب ماکسیموس اورالیوس تودیوس مودیوس گی میکردن الان بده من آره همون تموز همین دیگه بذار شرافتمندانه انجام بده آویزون کنیم اینجا آره من متحفظم 20 سن گوشی رو به زمان بگیرم کن نزنی لب کنی فقط لب کنی بدن با حرکات بدن روشن کن 1 2 3 ماشین داش حرف پارکینگ میگه ادبادا ببین مثلا میگم ببین باخ لب کنی نکن باخ داش تو الان تایم بزن اصل داشت الان بگو ادبادا باش خیلی عجیبه برو تایمو بزن مثلا ببین با شخصیتی داشت دست از جیب در بیارم شما 1 2 3 پودر باغه باغ خب این باغ خب بس اسمش چیه لوله باران سنجی دستگاه باران سنجی وسط باغه خب 20 ثانیه شد تموم فهمید این فهمید فوتبال کار کن حس کنم دردش اومد آره آره گوش کن دست راستت باغ بود خب دست راستت باغ بود آره همونو برو بدن دست راست ببین داخل باغ برو مستقیم برو با دستگاه وسط باغه آها افان این چرفی نزن برو یه چلو شوره داره خب آره رقم خوردی اومدی کلکیشی آشا داره اون که داره آهنگ گوش میده حس اونو بگیرم بباره نام با ویه اینجوری حس میگیره کشی که سنگ میندازی میخوای سنگ گمراه کنی داره خدا رو بزنه نمیدونم کجایی ولی تو بگو بگم داشت پیدا کردم یه ثانیه بیشتر رفتین اما کسخوره کوره کن 1 ساعتش بار میرم ما 2 دقیقه 10 ثانیه رفته بودیم ارفان دیگه چند رکورد زدیم نه باخت 1 ثانیه دیرتر استاد بگو پیترم اگه اینجا توت بکاری حدود در نمیدونم هرچی که بکاری
همونو برداشت. برین کیسه بلند یا علی کی بود آره جا بدیم اینجا میگه نرمگه خودت الان مهدی میشنوا سرسا نکن کاسیا نادان یه جای گوشاتو بگیر کاسیا این بردهداری را برو انگوش کن توش ترسدو میکنم گیج شد دوش اینجا میفته تو خونه همسایه داشت من باید بهشون بگم چرا رفتی رسید از بطمن هم بگیر بطمن داری که بطمن اون بطمن اون ببلمه بطمن واقعی اینجا حله بری چرا؟ شیطان لاستیک عارف کجا شوت زد آره اون لاستیکه سمت راستش سمت خونه خوابجی خاله یه در حلامی داره آروم صحبت کن نردبون؟ همون روشه نردبون گوشه یه نردبون روی نردبون آن ببین الان خونه اونا روی نردبون تمام شد تمام شد صحبت نکن فقط معنا کنیم خب کن بس آره بری آره بگو بلندتر بگو چیزی بطمن مازن معروف میمونه آره فکر شو نشیدم چی گفت این گل خورد ببین همین مستقیم میری جلو میری سمت راست داداش یا جداد آروم چوب اینور کن آروم چوب من میزن لامپو داشت لامپو میزن داشت این درخته خونه مردم نزن دن سریس آها گرفتم جوب درست من پای مایی نیفتم چپ نرو گوش اصلا این مثل صدا رامتین برسه زود بیفت اصلا ابن عقب پونده رو میبینی یا بول نه چند؟ 1 دقیقه و 29 ثانیه دیگه ببین اگه سخت بازی بودیم ما رامتین داشت تو برو عرفان رو باید ببریم سه برو درخت نورین داداش حرف ادب کن نه محمد مگه عدواده کرد من اصلا حرف نزده بودم این اصلا فرق نه درخت الان گوش نورین کن درخت میشنم صدا تو حتما کن نیست که من باید بیش متوجه کنم آروم لبخونی کن سخته درخت نداره خب درخت خب خب همین روی درخته کجا درخت داداش داد بزن میشنم بالای درخت کجا کدوم قسمت روی درخت ببین درخت من ورودیه آره ای سگ نه کنار کنار شده از اینجا بیا نه باید بیاد اینجا ببینم تو مشاهده نبود بدونی کجاست باید متوجهش می‌کردی رامتین صدای ما میومد من حرفش گفتم که نشم چی بگم بطمن داداش بطمن 1 2 3 بطمن ورودی رو درخته ورودی کجا من نمیستم که اصلا بازی 4 بالای درخته بالای درخته ولی بودم اوه بگو عرفان دوباره بگو بهش بگو دور بزن اونوری برو راست برو داره میگی دیگه حالا مخالف اونور اینور میشه دیگه اینور راقص نه درخت بذار ببینیم تا چند ثانیه چون میانگین شه تایم بزن ببین تایم 1:44 خب بزن اصلا 1:40 داداش 1:40 اصلا میخوای بگم 1:30 گیر کرد آقا بگو چشم باز کن بعدی آقا باز کن دیگه داش 20 ثانیه دیگه این ورودی برو عرفان تو مای دیدی گفت بگو روی سکو کنار قدر سلامتیتون رو بدونین هیچ چیز از سلامتی مهمتر نیست واقعا داشت نشتری خیلی بدجوره ولی قبول کنه
محمد تیم قوی خیلی قوی بینشون خیلی قوی ضعیف همین که هست منظورش همین بود اون کلا فوتبال جت بیانه بریم مثل راند سوم مهدی نمیشنوه محمد کوره و رامتین هم که لال محمد داشت یه آهنگ رامتین بادنش گوشی از این سوال واسه نیارش افسون آسیا آلبوم جدیدش اینجا چه محمد ممکن از اینجا رد بشی بیفته داخل ممنون که اهمیت دادی چه بود؟ آره اینجا چه مگه نگفتم چاته بگو بیاد مهدی رو بگو بیاد این چیه اینجوری گذاشت ایرپادو آره تیز گذاشت اصلا ایرپادو برعکس گذاشت نه چه من اصلا خودم برعکس میزنم داداش بالا اون با باعث آهنگ قطع شد داشت آهنگ تموم شد چی؟ بذار بازم میگم من گفتم لب چی بازم نکن میگم پانتومین برو تو بازی ما همیشه بوده حرف اول الان باز افتاد دیدی صداقت صداقت هر 2 ثانیه یه صداقت میره تو اون تایم هم نگرفت آقای صداقت وایسا وایسا 10 ثانیه کن حالا آب گرم کن تهش میله نخ وسط باغ نخ چیه نازوکه بغلش پایینش ناله بسی میفته داری بیشتر درخت و نازکه چون که تو درخت نیست ولی خب باشه هول نه اینم نازکه نه؟ این کلوف نیست نه؟ نازک‌تر از این هست نمیتی بگین دوباره هی تقلب نکن کسخل اما 2 دقیقه 12 ثانیه تقلب کردی ویدیو نشون بده دقیقه این بالایی رفت بالا پاش میخوره به کیسه بوکس متوجه کیسه بوکس نشد باز قشنگ با کیسه بوکس تکون میخورد بیمون با چه افرادی قهرمان شده اما اینجا رو بده شروع 1 2 3 5 6 7 بلوک 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 باخچه 20 تموم شد کوایت خب بیا کوایت بیا یه 10 ثانیه وقت بدیم فهمید گرفت آن رستم کنار باخچه دیوار همین واسه برو باخچه میدونی کجا باخچه همونجا که داشتم میگشتم خب کنار دیوار خفه شو اون برو داخل باخچه داشتم میگشتم سمت راست برو اون بگو نبینه راست من میاد کمک کنم شما یه کمک کردید یه کمک کردی دیگه حرف دیگه نزن بی شخصه دیگه درخت کلا بیا راست پایین برو
شاخه. دو دقیقه 22. ماشم بودیم؟ اسم ولی باختیم. 1.87 به 1.96 حالا برنده آرمان باختیم. پایده مامان کتک بخورید مامان ببخشید. مشخص بود زیاد هیجان داشتم. مشخص بود کسی از قد نمیدونست. اختلاف بود. شتین. ولی واقعا اختلاف کم بود چند دست. میدونم ویدیوی هیجان انگیزی بود. لطفاً با هیتاتون از ما حمایت کنید. نه ولی یه حرف بزنیم این که قدر سلامتی. نه الان مجازات هم میشه من خودم قدر تمام داشتهاتون رو بدونید و شکرگزارش باشید. سلامتی. شنیدن، دیدن، حرف زدن، راه رفتن همشون یک نعمت بزرگه. قدردانشون باشید. علی پروین فدات بشم. بیا دیگه. تخت جمشید تخت داره. وقت داره. اونم وقت داره. این مالکیه. باش کن. بزن تو میشرفی. پشت بهتر داره جلو درد داره. به 200 سال پیش کیفی میکرد. بس دیگه خیلی درد. آقا منم که آقا من توی آقای آره بزرگی من بعدیت یا چونی داری؟ چند تا یکی یکی یعنی چی آقا این بچه‌ها دو تا آروی دو تا پنجاه یکی دستیوستا شلاقی تو هم کردن تنابو اینجا فردا پاینده دارم آروم بزنی خودت میخواد یا؟ آقا نکنین من راضیم. هیچی نشد. کامان آروم بزن. آقا من آروم دارم. ارفانو یکی دیگه و دیگه ارفان آروم دارم. آقا بده من کجا زدن؟ میتونیم تو ویدیو نشون بدیم؟ نه والا ارفان من آروم دارم. خدا من درد اومد. میشه زدی؟ میشه ببینیم؟ نه دو بکنم من ببینم. هر بار بگیرین علی پروین مادر قبل برو دیگه. زاویدی عالی.